خیلی ممنونم رحمان عموزاد. اینجا دارم کیف میکنم میبینمش، واقعا تا اینجا هم با قدرت اومده و یه تشکر ویژه از آقا پشمان درست کن رحمان که بعد از کشتی نیمه نهاییش اومد و با بینندگان شبکه 3 و داری طلایی صحبت میکنه. آقا خسته نباشید. به نام خدا عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و هموطنان عزیزم. خب خدا شکر میکنم به فینال رفتم و امیدوارم با دعای مردم انرژی مثبت بفرستم، فینال بتونم پیروز میدان باشم، پرچم کشور ببرم، دل مردم شاد. زنده باشید. حریفات تا الان چطور بودن و در مورد فینال هم اگه حالا حریفت مشخص شده برامون توضیح بده. خب نسبتا حریفای خوبی بودن و خب خدا شکر پیروز میدان شدم. حریف فینال من روسیولا اصل از تاجیکستان میگیره. تا الان با هم کوشی نگرفتیم. این اولین مبارزه ما هستش در فینال بازی کشور اسلامی. ان شاء الله بتونم پیروز میدان باشم. رحمان انقدر خوب هست و انقدر درجه یک هست که اصلا شک نکنین اصلا همین الان یه مدال طلا رو براش کنار گذاشتیم تا الان که بدون هیچ به قول معروف مشکلی کشتیاشو گرفته. رحمان جان ان شاء الله موفق باشین. مردم هم قطعا دعات میکنن. ممنونم. ما سعی دلمون برای پرچممون برای مردم میجنگیم. مردم هم قطعا دعا میکنن و لطف خدا بتونیم پیروز میدان باشیم. من با تمام وجودم میجنگم، از دل جونم مایه میذارم. ای والا ماشاءالله ماشاءالله به این پهلوان. آقا شاف واقعا آدم این کشتیگیرا رو میبینه عشق میکنه، کیف میکنه، با تمام وجودشون اومدن و چقدر احترام میذارن به رسانه، چقدر احترام میذارن به رسانه ملی، دوست دارن با مردمشون در ارتباط باشن. واقعا آدم افتخار میکنه. با آقا پژمان درستکار و علی آقای دبیر صحبت کردیم. بعد از نیمه نهایی‌ها قرار شد که بچهای کشتی آزاد هم بیان و با ما همکاری بکنن. در خدمت شما هستم. نکتت کاملا درست و بجاست آقا پژمان عزیز. این بچه‌ها یاد گرفتن که باید قدر مردم رو بدونن، هم روی تشک برای مردم بجنگن، هم اینگونه صحبت بکنن. مردم هم قدر این بچه‌ها رو میدونن، رسانه هم قدرشون رو میدونه. ممنونم. این رفتارم رفتار حرفه‌ایه که در پایان نیمه نهایی با این بچه‌ها صحبت بشه که زمان لازم رو برای ریکاوری دارن. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، در غیر این صورت با شما خداحافظی کنیم، بریم به سراغ بخش پایانی.